سلام، حالتون چطوره؟ توی این آموزش قراره این هدبند ترند رو با هم بدوزنیم. تمام مراحل رو قدم به قدم نشون میدم. برای دوخت ابتدا نیاز دارید به یک تور به طول 45 سانتی متر، یک تکه پارچه، من از پارچه ساتن استفاده کردم، به طول 25 سانتی متر در عرض 6 سانتی متر و کش 2 سانتی به عرض 14 سانتی متر. ابتدا تیکه پارچه‌تون رو میارید، هر دو طرف لبه های پارچه رو به اندازه 1 تا 1.5 سانتی متر به داخل تا میکنید، درست همونطور که نشون دادم. بعد از اینکه تا کردید و اتو زدید، کار رو برمیگردونید و لبه نوار رو به اندازه 1 سانتی متر دوخ میزنید، درست لبش رو. من لبه ها رو همزمان با لبه تیکه پارچم دوخ زدم. کار رو اتو میکنید و بعد از این مرحله کار رو برمیگردونید. بعد از اتوکاری و برگردوندن کار شما احتیاج به کشتون دارید. کش رو همینطور که نشون دادم بهش سنجاق وصل میکنید، میارید در لبه کار همینطور که بهتون نشون میدم. کش رو باید از داخل این نوار رد بکنید. فقط توجه داشته باشید زمانی که دارید کش رو رد میکنید حواستون باشه که دو طرف کش داخل پارچه‌تون نره و از دستتون در نره. من کشم رو داخل نوار پارچه‌ام قرار دادم. بعد از انجام این مرحله شما نوار توریتون رو میارید، دو طرف این نوار رو تا میزنید. به اندازه تا میزنید که دقیقاً به اندازه پهنای لبه کشتون بشه، یعنی تقریباً 2 تا 2.5 سانتی متر. وقتی که کار رو فیکس کردید اون قسمت رو یه دوخت میزنید. من دوخت کارم رو زدم و حتما چند دور دوخت بزنید که کشتون در نره. بعد از دوخت کش شما باید این لبه بیرون زده نوار رو بکنید داخل نوار پارچه‌تون به شکلی که از دو طرف به هیچ عنوان اون قسمت نخ دوختیتون معلوم نباشه، همونطور که داخل تصویر میبینید. بعد از اینکه گوشه رو داخل پارچه کردید باید اون قسمت رو یه چند دور دوخت بزنید. من دوختش رو زدم و هدبندمون به همین آسونی حاضر شد. اگر این آموزش براتون مفید بود ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن آموزش‌های بعدی کانال رو دنبال کنید.